سلام، خوش اومدید به یه ویدیو معرفی نرم افزار دیگه. تو این ویدیو هم میخوام VPN رو بهتون معرفی کنم که میتونید از سرورهای قدرتمند اون نهایت استفاده رو ببرید. ممنونم ازتون که این ویدیو و این کانال رو برای تماشا انتخاب کردید و امیدوارم که این آموزش براتون کاربردی باشه. برای نصب برنامه امروز شما باید وارد فروشگاه پلی بشید و اسم برنامه سورن VPN هست. این برنامه تا به حال بیش از 1 میلیون نصب فعال تونسته به خودش اختصاص بده و بیش از 52,000 نفر به برنامه رأی دادن که تونسته امتیاز 4 و 3 رو هم از نگاه کاربران بگیره. من نصب اون رو میزنم و بعد از نصب توضیحاتی رو در رابطه با سرورهای اون بهتون میدم. خب بله، نصب برنامه انجام شد. حالا میریم با هم اون رو اجرا میکنیم. دسترسی ازمون میخواد که من دسترسی رو میدم. اینجا هم اوکی رو میزنم. یه پیغام میده که در حال حاضر هنوز محدودیت روی اینترنت وجود داره که اگر کانکت نشدید میتونید چند بار این کار رو انجام بدید تا کانکت بشید. اما من هر بار که چه روی اینترنت ایرانسل و چه روی اینترنت همراه اول تست کردم بدون مشکل برام کانکت شد. اینجا ازم دسترسی نوتیفیکیشن رو میخواد که من دسترسی رو بهش میدم و الان وارد برنامه شدیم. برنامه تک کلیکه هست، یعنی اصلا نیاز به انتخاب سرور یا کار خاصی نیست، فقط کافیه که کانکت رو بزنید. همین. چند لحظه صبر میکنید تا به سروری که خودش تشخیص میده و با اینترنت شما سازگار هست کانکت میشه. خب داره میگه که با موفقیت به سرور کانکت شدیم. اوکی رو میزنیم. این هم ثانیه شمار. یکی از ایرادای رابط کاربری این برنامه این هستش که به صورت شناور در نمیاد. پس من اون رو مینیمایزش میکنم و وارد کانال تلگرامیمون میشم. دارید میبینید که به لطف این VPN ارتباط ما برقرار هست. البته من برنامه رو تا این نسخه‌ای که در داخل فروشگاه پلی منتشر شده هم از نظر امنیت و هم از نظر کیفیت تست کردم که تا این نسخه هیچ گونه مشکلی نداشت. 2 ویدیو دیگر بهتون پیشنهاد میدم که اگر دوست داشتید میتونید یکی دیگه از اونها رو هم ببینید. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.